خالت جون خوبی؟ اوف قربونت برم. آنه یه بشین اینجا. اوف حسابی کمرم درد میکنه، یعنی به حدی درد میکنه اصلا نمیتونی تصور کنی. واسه کفشامه نمیخواد در بیاری کفشامو. یعنی چی؟ قلب دوم آدم کف پاشه؟ کف پا رو ماساژ بدی خوب میشه حالا؟ خیلی نرمه؟ آره فوق العاده نرمه، ولی من دوست دارم کمرمو برام بمالی. خالصم سهیل عزیزم میخوام کمرمو برام بمالی. اینجوری بشم بمالی؟ آنه؟ از قوس پام تا قوس کمرم حسابی برام بمالی، ماساژ بدی با زبون داغت. دارم چیکار میکنم خاله جون؟ سهیل آخ این حرکتی که میزنم کمرم بهتر میشه. نمیدونم چرا. تو میدونی چرا؟ جون دوست دارم زبون داغت اینجا باشه، برام حسابی میک بزنی بخوری با زبون داغت. آره خاله جون. Oh my god زبون داغت باید همینجا باشه که حسابی برام میک بزنی بخوری از قوس کمرم تا قوس پام. چونم